بسم الله الرحمن الرحیم. من همیشه میخوام که دروغ نگویم اما بازم میگویم. چی کار کنم؟ می دروغ خو این عادت است، این مشق و تمرین میخواه. خود دوامدار کوشش کنین که راست بگوین. هر وقت که دروغ گفتین استغفرالله بگوین. اینمیست که یعنی وقت با وقت یک کسی که عادت باشه به یک گپ، یعنی دروغگویی عادت شده. نه اکثر ما شما میتور هستیم، می افغانای ما شما که 10 گپ 8 گپ خود دروغ نگویه چارش نمیشه. حتی اگه بازار میره سودا رو میاره که بگوی آوردی، اول دروغ میگه نه یادم را، بعد میگه آوردم. نه اینمی یک عادت است. این عادت دیگه عادت ها را ساینسدان ها و دکترها میگن در 20 روز از بین میره. 20 روز خب این عادت میشه که 1 ماه 2 ماه یعنی انسان تعهد کنه، توبه بکنه که نمیگه ما گفت استغفار گفته بره، آهسته آهسته از بین میره. خصوصا که بفهم الکاذب عدو الله. این که مثلا جرمش بفهمه که الله لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله و بالای دروغگوی است، یا دروغگویی که ضرر میرسانه به دیگران توسط دروغش، دشمن الله. این گناهش هم فکر کرده بره، باز انشالله که جور میشه. و دیگه ای که در کورسی که من کامپیوتر میخوانم، دخترها با پسرها یک جا هستند، یک جا درس میخوانند. من احساس ناراحتی میکنم اما مجبور هستم که بخوانم. چی کار کنم؟ حالا کورسایی هست که دخترها جداست، بچه ها جدا، زیاد است. حتی پانتونا ما شما داریم، همیال 4-5 پانتون است که دختر جداست بچه جداست. حتی دخترها مثلا پانتون افغان یا سلام افغان ما دیدیم سلام نرفتیم، سلام هم جدا است. نه خصوصا در پانتون افغان کاملا راهش جدایی نمیفهمی اینجا دختر میاد یا نمیاد، اما جای جداست راهش در اونجا برند. در کورسا هم میتور است. اینمی پانتونا کورسا دارد، دختر جدا بچه جدا. کمی پیسه اگر میخواین حتمی بخوانید، یا ذره پیسه زیادتر مصرف کنین در اونجا برین. اگر دور آمد خیر است برین. دیگه یک جا خلط و ملط مشکلات خود دارد. اینمی حتمی کسی یک گپ میزنه و بالاخره به فساد تبدیل میشه، اختلاط. یا الله برای ما شما توفیق عمل نصیب کنه. و صلی الله علیه و